عزیزای خدا حکایت میکنن، میگن یک جوانی مغرور بود، دارنده بای بچه. ولی اکثر دارنده های ما هستن در راه فحشا و بد. کم دارنده است که یعنی پاکیزه و خدا ترس و تقوا باشه. یک جوانی دارنده بود، کاری هر روزش فقط همین یعنی دختربازی و زنا کردن بود. عادتی هر روزه دائمی داشت. میگه هر روز اون رفیقا و شخصیت های همراهش بودن، یعنی دوستاش، اونها را میگو برای من یعنی یک زنی نو یک دختر دیگرگون بیاره. می آوردن. روزی میگه این جوان گفت که بسوی اون دوستایی که یعنی می آوردن براش دخترها را، گفت این دخترهای شهر، یعنی این دخترهای روسی بگن سوریمین دیل من زدن. اینها یعنی لباس ها تا بدر ناکرده در بالات میپرن. یعنی اینها در حال چی میکنن؟ من میخواهم که یک دختر دیهاتی، یک دختر قشلاقی خطی یعنی با او یعنی این کار بده زینا را انجام بدیم. برای من از یگان قشلاق بروی یگان دختر قشلاقی بیاریم، تا اینکه اونها کم ایمان دارند، کم شرم و حیا دارند و اونها با یعنی این کار دیگرگون است. میگه این رفیقاش رفتن از یعنی کدام دیهاتی رفتن آوردن یک دختری را. این شخصیت وقتی آمد اون حجره که دائما این کار انجام میداد داخل شد. میگه دید یک دختری هست، وجودش میلرزه، در سرش یک رومال کلان محکم کردگی. بعد از آن آمد میگه از قفا در آغوش گرفت این دختره و اون مهربانی کرد. وقتی این جانب تاو داد، وقتی رومالش از سرش بیرون کرد، دید که خواهر خودش است. دید که خواهر خودش است. بعد از اون میگه در حال قفا رفت، قفا گرفت. چه گفت تو کجا آمده؟ گفت نمیدانم کجا آمده، من در راه میرفتم، دو جوانی با من صحبت کردن، دیدی من نیافتن، برای من پول وعده کردن، گفتن یک رفیقی داریم یا برو با او تو برو از پول زیاد میدم. من راضی شدم. پیغمبر بزرگوار گفتن کسی که زنا کرد حتما با اهل او زنا کرده میشه. یکی از زنها در یک غزوه از اهلش 3 نفر شهید شد، 3 نفر کشته شد. وقتی که اون یعنی میت ها را، مرده ها را به سوی مدینه بعد از غزوه می آوردن، تمام مردم پیشواز برآمدند. هر کسی برای پیشوازی جنازه شوهرش، برادرش، دیگر رفیق و نزدیکش پیشواز برآمدند. این زنم پیشواز همراهی مردم برآمد. مردم دیدن که یعنی که تابوت پدرش آورده است، مرده پدرش آورده ایستادن. شخصیت های در کنارش بودن، از دستهای این زن گرفتن، از دستهاش داشتن. تن خیلی مصیبت و داغی سخته به بالاش. مرگ پدر خیلی مصیبت میان شکنی هست. وقتی پدرش آوردن، این زن به سوی پدرش نگاه نکرد. سبحان الله. گفتن ای زن این پدرت هست، این یعنی تابوت و مرده پدرت هست. زن گفت شناختم پدرم هست. برای به سوی خانه داخل مدینه دراره. از قفای وی جنازه شوهرش آوردن. گفتن شوهرت هست، رفیق حیاتت، یعنی شخصیتی که سرپوشت بود، نگهبانت بود، پدری فرزندات. گفت شناختم به سوی خانه ببره. از قفای وی جنازه برادرش آوردن، مرده برادرش آوردن. تن برادرت هست. گفت شناختم. بره به سوی خانه ببرید، سوی مدینه داخل کنه و مثلی یک شخصیتی که چیزی میکنه و هر سو در جستجو و در سراغ بود. شخصیت هایی که در کنارش بودن گفتن ای زن، از شما فقط همین 3 نفر در غزوه بود، پدر، برادر، شوهر، هر 3 مردش آوردن، نگاه نکردی؟ در جستجو و سراغ کی هستی؟ میگه این زن گو که جنازه جناب پیغمبر در کجا هست؟ جناب پیغمبر در کجا هست مردشت؟